behind as we make our way through this journey to the finest place for infinity. Lord, don't deny me your paradise. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. This life is not eternal, but the next will last forever. Jannah, Jannah, it's all I. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله جای افتخار است که یک بار دیگه ما در جای هستیم که مظهر خدمت هموطنان عزیز قرار گرفتیم. ولسوالی خوشی ولایت زیبای لوگر است، جای یا محلی که اکثریت هموطنان ما در اثر آفت طبیعی یعنی سیلاب متضرر شده بودند و خانواده هایی که در واقع سروی شدند و شناسایی شدند امروزی بسته ها به اینا تسلیم داده میشه که شامل آرد، روغن، برنج و چای، بوره، همچنین مواد بهداشتی، شامپو و صابون، مواد دیگه همچنین رو پاک از این قبیل بسته‌بندی شده و به خانواده ها انشالله تسلیم داده میشه. چون فرصت اندک است، اعضای ما در زمان است اینجا نشستن، با دو تا از این برادرها مختصرا صحبت میکنیم. البته در قسمت اخیر این ویدیو لینک ها مشاهده میکنین که میتونید با ما تماس داشته باشین. با این پدر بزرگوار صحبت میکنیم. خوب هستی کاکا جان؟ چی حال داری؟ خوب است، بخیر. میشه که در ارتباط با حادثه که سیلاب که هموطنان ما دامنگیر شد، چی تعداد از هموطنان اینجا متضرر شده و وضعیت شما چطور است؟ وضعیت خوب است، خوب وضعیت است. خیلی نقصان کرده. نقصان کردین؟ نقصان کرده. به خانه‌تان ویران شد. خانه ویران این سیل چی زمان داخل قریه شد؟ داخل قریه ما؟ قریه دوبندی. دوبندی منظور می بود که چی زمان شما خبر شدین که سیل آمده؟ نصف شب بود، شروع صبح بود، چه قسم بود؟ ما دیگر بود، بارش بود. خیلی زیاد شد. من خوب میشه در ارتباط به حادثه که چی زمان آمد و تلفات برخواسته ناشی از این سیلاب چگونه است؟ حوالی ساعت 5 عصر بود که چیز شد، آوازه شد که سیل آمده. یک سیلاب بسیار مدهش و خطرناک به امید دره سرازیر شد که این قسمی که امارت اسلامی 20 نفر اعلان کردند، مگم نه تلفات جانی در این دره بیشتر از 20 نفر بوده و خسارات مالی هنگفت را که به صدها مواشی را از بین برده، به صدها خانه های مسکونی را ویران ساخته، به کلی ویران ساخته و زمین های زراعتی را به صورت مکمل از بین برده. شما شاهد هستین، میبینین و خسارات بسیار زیاد و هنگفت را به مردم ما. الله متعال بدیل خیر بابت این مصیبت که به شما رسیده عنایت. آمین. ممنون. تشکر. زنده باشید. اسم مبارک چیست؟ اسم شیر محمد. شیر محمد جان. ولسوالی خوشی از دره خوشی هستم. از دره خوشی. در ارتباط با سیلاب بگین که تا چه اندازه مردم متضرر شده است و تا هنوز کمک‌های شده؟ انسانی خود تقریبا از 25 تا 30 نفر شد، زخمی هم تا 70 80 نفر رسید. خوب زخمی پوره. تعداد چیز مواشی، گاو و خر و گوسفند چیزا 800 900 تا 1000 دلار رسید. شاید بیشتر از او باشه چون در سر راه معمولا. بله معلوم نیست، زیادترش معلوم نیست. همین تعداد انسان‌ها هم 4 5 تا کودک هنوز معلوم نیست زیر گل خاک. دیگه شما رو خداوند خیر بداد. این کمک اولیه بر ما رساندین. باز مردم مزیات احتیاج است برای این چیزا. بله. همون زمان که سیل آمد، همون شب خانه‌های مردم ویران شد. دو شب مردم چی می‌خوردن و کجا خانه‌شان کلا ترس بودن، هیچ چیز خوردن نمیتونستن. همه ترس بودن، وحشت خود بودن. من خودم داخل سیل بودم. شاید ویدیو مردم دیده باشین. بله. اونجا نفرات و چی تعداد از خانه‌ها شاید خراب شده باشه؟ خانه‌ها بیشتر از 500 تا 600 خانه خو بکی معلوم نیست خراب شده. دیگه تقریبا خود اداره خوشی مکاس 3500 خانه است. ان شاء الله ما کوشش میکنیم، سعی تلاش ما به است که بعد از این کمک‌ها به بازسازی خانه‌هایی که دوستایی که زیر خیمه ها زندگی میکنه به اونا برسیدگی کنیم. بخیر. الله متعال به شما بدیل خیر شناسه. سلامت باشین. شما خیر باشید. الله متعال به شما بدیل خیر بده و به شما تسلیت میگم بابت ضرر که به شما رسیده. سلامت باشی، خیر ببینی. ولسوالی خوشی 90% تخریب شده، 99%. دیگه هیچ امکانات در بالا در قریه یا تک ما هستیم هیچ مکمل دیگه خانه جور نمونده. 99% تخریب است. کمک ها که ما دمی قریه پایین تقسیم میشه، در بالا به امکانات خیلی کم است. ما را امروز که رفتیم پیش ولسوال اونجا عریضه خود پیش کردیم که ما دیگه کمک گرفت. خانم مجروز، دخترم مجروز، خانه ما مکمل 99% تخریب است. 100%.
هیچ بر ما نمونده بس جز الله و این کمک های خیریه که ما شما تشکری میکنیم برادر. الله متعال به شما صبر عنایت کنه. اگر خانه شما مکمل بازسازی شود مثلا چقدر هزینه خواهد داشت؟ اگه خانه غریبانه جور کنیم دمی 2.5 لک، خانه خوبی جور کنیم بازم 7-8 لک 10 لک. و حتما کوشش میکنیم که بالاخره یک سرپناه چیزی در مرحله اول برشون بسازیم. دوستان عزیز لینک ها مشاهده میکنین، موفق باشین. شما فراموش نکنین که رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که این امت با واسطه در روز آخرت با چیز عذاب نمیشه مگر عذاب هایی که در دنیا تحمل میکنن. پس همش امتحان الهی است. لینک ها مشاهده میکنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. It's all I ever wish for. Oh God, please don't deprive me a blissful life eternally.